والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی، اشتراکی که شما خوب آگاه هستید، برنامه ما در اساسی درخواست و سوالهای شما جاری هست و از بس که بعضی از مردها زن و فرزندان خود را ترک میکنند، میروند، دیگر سراغ از زن و فرزند نمیکنند که این خیلی یک گناه و ظلم و ستمی بزرگ است و نابخشیدنی هست. نه پروردگار، حتی نه قانون و نه فطرت سالم انسانی، نه حکمت و منطق این رو نمیبخشد. به همین خاطر ما این برنامه رو در موضوع مسئولیت شناسی مردان نسبت همسران خود و به مسئولیتی نکردن نسبت به زن و فرزندان خود این برنامه رو پیشکش شما میکنیم. در روش صحبت شما ببینید که کدام سوال ها برای شما مهم است یا کدام نقطه ها و کدام طرف های این موضوع برای شما مهم است و میخواهید یا شرحه یا تفصیل یا سوال لازم دارید، ضرور دارید، سوال های شما رو قبول میکنیم. هر مرد نسبتی زن و فرزندان خود. من چرا زن تنها نگفتم، فرزندان خود گفتم؟ به خاطری که اهمیت میدهد همین زن خود رو. این معنی رو دارد که در تربیت فرزندش کامیاب می شود. وقتی که به همسر خود اهمیت نمیدهد، این معنی رو دارد که به فرزندانش هیچ اهمیتی نداده است. در این شکل تنها زن خود را ناکام نی، برعکس فرزندان خود را ناکام کرده است. ما برنامه اول در موضوع یعنی احترام بین زن و شوهر، تربیت فرزند، احترام پدر و مادر، این موضوع صحبت ها داشتیم. زیاده از 1 ساعت صحبت ها برنامه مستقیم داشتیم و سوال های خیلی گوناگون وارد شده بود. بعضی سوال ها رو جواب داده توانستیم، بعضی سوال ها رو فرصت یا وقت به ما فرصت نداد یا امکانیت نداد تو اینکه جواب مفصل تری بگوییم. لیکن به هر حال ما در موضوع خیلی مفصل صحبت داشتیم. مسئولیت مرد نسبت زن خود، خصوصا اون مردایی که می روند مهاجرت مهنتی بیرون از کشور و متاسفانه سالهایش خود یک بار تماس نمیگیرند با همسر خود یا که با فرزندان خود یا با زن خود، که این عینی به انصافی هست. این عین ظلم است که هر ظالم ناکام است و هر ظالم در دنیا و آخرت سختی های بدبختی های زندگی رو می چشد، عذاب های سخت می چشد. ناگزیر است. هیچ انسانی از ظلم خود راه گریز ندارد. هر کاری که انسان انجام داد اون رو می بیند. این از روی انصاف نیست که مرد برود عموما بعد در تماس با همسر خود، با فرزندان خود، اگر پدر و مادر باشند با مادر خود، با پدر خود، عموما در تماس نباشند و در فکر این پدر و مادر نباشند و در فکر زن و فرزند نباشند. خب دیگه از او چی بوی امید هست؟ یک بار از روی عقل فراست فکر کنید که از همین گونه انسان چی بوی امید هست. همین گونه انسان نشود که در زندگی کامیاب شود. هیچ ممکن نیست. ناکام است. حالا اگر می رود اونجا و خب با کار و فعالیت مشغول باشد، هم میلش دیر هم باشد تماس بگیرد یا دیر هم باشد بیاید، با دست پر، با صحت و سلامتی، با یک شأن و شرف، با یک آب و روی عزت بیاید، میلش. متاسفانه بعضی‌ها زن فرزندان رو اینجا میگذارند، بعد میروند با یک زنی پیرانسال برجامانده در اونجا، نمیدونم که خب دیگه اون رو ازدواج گفته نمیشود، با اون مشغول میشود، سلامتیش رو از دست میدهد، آبرویش رو از دست میدهد، برکت و عزت و همه رو از دست میدهد. بعد میآید دیگر نه سلامتیش هست، نه برکتش هست، نه توانش هست، به مدار، آزرده،
خسته، بیمار. بعد وقتی که اینجا میآید، حالی که این زن و فرزند دیگه انسان کرده خود رو میگیرد. هر چی کشتی همون یعنی گندم کوریدی گندم میگیری، جو کوریدی جو میگیری، حالا خور کشتی و کوریدی خور میگیری. بعد همون خور تا آخر عمر بعد نمیدوند بیجا برود چیکار کند. بعد شکایت میکند که زن و فرزند و دیگر اهمیتش نمیدهند. خب یه بار دیگر فکر کردن در کار که حالا خودت همونی که چنین هست. من میدونم انسانی رو که خب زن و فرزند 4-5 فرزند رو ترک کرد، 13 سال نیومد، 14 سال زیاد بلکه نیومد. بیچاره مادرش هر شب و هر روز میگیریست بچم در کجا باشه، دایی سرمی و دایی خنیکی و دایی گرمی و همسرش هم بیچاره یعنی سرسون سرگردون، فرزنده همچنین. حالا آمده است خسته و برجامانده و بیمار، دیگه نه خونه اکد راه میابد، نه خونه اپا راه میابد، نه خونه دودر راه میابد، نه هیچ گجا نمیغنجه دیگر. نه او فرزندو نه اون زن دیگر اون شوهر میگوید، نه حتی فرزندو پدر نمیگویند. حتی در همون فوت مادر نبود، از اون چی بوی امید است؟ متاسفانه انسان گاه فکر نمیکند، کاری رو میکند که دشمنش در حقش کردن نمیتواند. حالا بعضی شکایت از خیانت زن میکنند، همینی که در غریبی دوری هستند. تا جای میدونیم که همه همونو دسترسی به تلفن و به اینترنت و به شبکه‌های اجتماعی و به شبکه‌های خلونشانت فحش و فاحشگی و این همه دسترس هستند. لیکن یک بار تماس به همین همسری خود یا به فرزندی خود، به اهل و خانواده خود تماس نمیگیرن. یعنی اشکارتر بگویم شیطان چنان غافلگیرشون کردگی هست که 100% از راه حق، از راه حلال، از راه کامیابی، از راه عزت و برکت و سعادت به یک راه بدبختی و جهنم برده ازشون. دیگه تو اونجا که هر کاری که کردی این زند اینجا هر کاری میکند. اون داری کسی را که زدی درت رو کسی میزند، میخوایی که درت رو کسی نزند، داری کسی رو نزن. حلال برای حلال بیا زنی حلالی قطعی زندگی تا دوام بده. میآید بیماری نمیدونم کیم چی، در نتیجه اینم فسق و فجور، حرام و حرج، زنا و دیگر میآید بیمار. زنی بیگناه بیچاره‌ش هم در همین خانه میکند بیمار، فرزندان میشن بیمار، از اون بیماری گذرنده. تو این درجه به انصافی اگر به خدا باور ندارد هم، خب ببینید که در زندگی چی میشود. ولی انسان وقتی که به خدا باور نداری، همه این معصیت و ظلم و گناه و این همه رو میکنی، ولی ببین که همونایی که کردن چی شدن. پروردگار اگر به انسان عقل نمیداد، حرام و حرج و حرام و حلال و جهنم و جنت و اینو نمی آفرید. همه اینو رو در نتیجه دادن عقل به انسان آفرید که انسان عقلش استفاده کند و پروردگارش بشناسد، خودش رو بشناسد، خودش رو قدر کند و راه درستی رو پیش بگیرد، نه بدبخت دنیا نه بدبخت آخرت نشود. این یک طرفی مثلا که روی راست به حرام می رود، طبیعی است دیگه. الجزاء من جنس العمل، هر کاری کردی عملش یعنی صدایش به خودت میآید. حرام حرج کردی اینجا هم که همون زنت و هم نفس دارد دیگه، هر کاری کردی بالات میآید. نیکی کردی نیکی میآید، بدی کردی بدی میآید. میخوایی که همسرت خیانتت نکنه، زنا نکنه، زنا نکن. برای یعنی زندگیت رو بهتر کردن، یک سرمایه با راه پاک و حلال، یعنی باور حرام حرج داخل نشده، با راه حلال رزق روزیت به دست و یک مال و ثروت پسندازی به برکتی رو بیار تا اینکه با فرزندان آسوده زندگی کنی، حلال و پاکیزه و با برکت زندگی کنی. ولی اونجا که خیانت کردی اینجا خیانت میکنند. این قانون حیات است، این سنت الهی است. ظلم کردی ظلم میبینی، عدل کردی عزت میبینی، برکت میبینی، انصاف کردی برکت میوبی، ظلم کردی خیانت کردی خیانت میبینی. و وقتی که میروی حداقل یک هفته ده یک بار یا یک ماه ده 2 بار یا هیچ که نشد یک ماه ده 1 بار تماس بگیر با همسرت، با یک صمیمیت، با یک مهر محبت. دوستت میدارم، یادت کردم، یادی تو، یادی فرزندو،
اما علیه السلام میگه که کسی رو دوست داشتید باید بگید که دوستت می‌دارم، ولی که همسر خودت هست و واجبی دینیت هست که باید به اون بگویی که دوستت می‌دارم. بالای این که گفتی دوستت می‌دارم اون رو یک گوشزد هم کن که زنک جان من 4 5 6 10 هزار کیلومتر اومدم به خاطر شما، در اینجا سیر و گشت در کیف و صفا و عیش و عشرت و راحت نیستم، مهنت و زحمت جان میکنم، زحمت کشیده ایستادم، مهنت میکنم یک چیزی به دست بیارم تا اینکه بروم با شما زندگی خوبی داشته باشم. همونه که گفتم 13 14 سال نیامد با دستی خالی، باز راهگیراش از این طرف و فکرم کمک کردن اومد. چیکار کردین 13 14 سال؟ از همه که موند بعد اومد. حالا اینجا هم ناکام و بدبخت. تماس و اظهار محبت و گوش زد کن که زنک جان برای تو شده، بر خاطر فرزندو، زندگی آینده، تربیه فرزندو من چند هزار کیلومتر آمدم، من اینجا مهنت و زحمت کشیده ایستادم تا اینکه یک چند یعنی پول و پیسه به دست بیارم و بیایم با شما یک زندگی خوبتر و بهتری داشته باشم، یا خونه علایده داشته باشی، یا زندگی خوبی داشته باشی. برای این اومدم، برای شما شده. اونجا کم نمیشه، هیچ کس هیچش کم نمیشه. از خوب گفتن، از دوستی، از اظهار محبت کی ضرر دیده است؟ که میروید سالش قطعی یک بار تماس نمیگیرید، بعد با میرنجید که خیانت کرد و او خیانت نکند که خیانت میکند. هر زنی، هر انسانی وقتی از شوهرش ناامید شد بر کسی دیگر، به مرد دیگر امید میکند، امید میبندد، با اون شوخی و بازی و یا که دیگرش رو با اون انجام میدهد، روزگذرانی و خوشگذرانیش رو با دیگر مرد میکند وقتی که از شوهرش ندید. و برای همین قرآن میگه که زندگی زن و شوهری باید از روی مهر و محبت و رحم و شفقت باشد، از روی احترام باشد. حتی دوستم نداشتید بگید که دوست میدارم، چی مرد باشد چی زن. من در اون صحبت‌های اول خیلی به تفصیل در این موضوع صحبت کرده بودم. باید که حتمی باید بگویم. سالش قطعی در علاقه نمیبروید، تماس نمیگیرد، یا تماس هم بگیرد از اونجا اون فقط دو یعنی سیاست و دشنام و فشار و تحقیر و حقارت. این بعد بیچاره چیکار کند؟ این هم امیدها دارد، این هم انسان است، امیدها دارد و ارزوها دارد و نفس دارد و باید نفسش رو قانع کند، یا اینکه تقاضای نفسی خود رو باید کاری کند. من نمیگم برای حرام کند، این معنی رو ندارد، لیکن مرد سبب میشود که این زن به خیانت میرود، یا گاه زن سبب میشود که مرد به خیانت و به حرام میرود. باید مسلمان چنین نکند. وقتی تماس گرفتید یاد کردم، زنک جان یادت کردم، فرزندو را یاد کردم، دویم دلم گم میزند، دویم پیش روم هستی، دوستت میدارم، فرزندان رو دوست داشتم، دلم گم میزند برای فرزندان. 4 تا جمله خوب. باور کنید اگر همین 4 جمله خوب رو در یک ماه هم یک بار اگر گفتید با همسر، انسان است، هیچ ممکن نیست که اون زن خیانتت کند، نه در مالت، نه در شان و شرفت، نه در آبرویت، نه در خانه و خویش تبارت. وقتی که یک آسودگی که نمیبیند، خودت هم خویش تبار اکدادرت هم در نظرش شوم میشود، چشم دیدن ندارد، میگه هیچ نبینم. باید دائم در تماس باشید. باید تماس گرفتید، اظهار محبت کنید تا اینکه خانه‌تون با برکت شود. یعنی برای چی بزن دائم دین مبین اسلام خدا و رسول خدا همیشه میگه که چیز شما مناسبتی نکنید، چرا که کامیابی فرزندان شما هست. تربیه فرزند همون از مادرش، یعنی مناسبتی خودت با مادری همون فرزندان شروع میشود که چگونه مناسبت میکنید. میخواهید که در تربیه فرزند کامیاب شوید، مادری اون فرزندان رو احترام کنید در تمام معامله ها.